سلام. امروز قراره با 10,000 تومان زندگی کنیم. بریم. خب امروز قراره نفری 10,000 تومان زندگی کنیم. همونطور که داخل ویدیو گفتیم. اصلا از تو چی ویدیو نگیری؟ اوکی. نه. خداحافظ. تو با اون برو. صاحبش اومد. خب دوزدان منطقه. خب بریم آقا داخل افق کوروش. افق خانه‌های میلیونی که بتونیم هر کی بتونه بیشتر بخره. هر کی بتونه بیشتر چی بکنه علی آقا؟ بخره. آفرین. هر کی بتونه آقا مواد غذایی بخره. واقعا. هر کی زیاد بخره. آقا بریم داخل افق کور. آقا برمیگردیم. اگه افق کوروش بخواد اسپانسر ما بشه حتما داخل پی وی بیاد بگه اسپانسرش هستیم. فکر نکنم بیاد. بله. علی آقا معرفی کن. خریدای ماست. کیک کوکا بچه‌ها ما قرار شد که ببین علی آقا شبیه هم نخریم. علی آقا برداشت اینو برداشت. علی آقا برداشت اینو برداشت. اینو من خریدم. علی آقا اینو گرفت. بعد این پشتشو ندید. من این پشتشو دیدم. خب دیدم پشتش به ماست. بنفشه. پس رنگا فرق داره. رنگا فرق داره. شبیه هم نیستن. کسی هم غلط می‌کنه بیاد گیر بده. ایشون با قیمت 4,700 درسته بله. و ایشون با قیمت 4 تومن. خریدای من در مجموع میشه 8,710. دم شما گرم. 8,710. آقا بریم واسه معرفی. این همون 4,700 کوکاه. بله. کوکا آه در واقع بعد اینم نادی همون تیتابه. تیتاب به تیتاب طلاییه. تیتاب طلایی با قیمت 5,200 درست. کلا خریدای منم شد 9,900 با سفیدیت تمام. زهر ما بچه‌ها زن بده رو بده. الان کاری کنم. آدم هر چی باشه رفیق آریا نباشه. برو بیرون. 8,800 پول دادم. اینو بعدش باز کرد. همش ریخت زمین. برداشتم جمع کردم ریختم توش. چون زیر 3 ثانیه بود. چقدر شد خرید آقا آریا؟ 8,800. میشه 1,200. خب و برنده این دور از رقابت‌ها با اینکه بیشترم خرید کردم و پول اضافی دارم آوردم منم. جایزه چیه؟ ویدیو رو داری تو میگیری. تو برنده نشی من برنده شم. جایزه چیه؟ میتونم به تیتابمو بدم. میتونم بدم بخوری. خب آقا بریم برای تست. آقا بریم این دو تا ابلخ دارم هم دیگه سر یه دونه چوب چوب دعوا کنم. اوه حواسم اینجا صدا قطع میشه. وایسا نباید از اینا بگیریم. سهم منو میخوره. یا بخور. اولین بالا علی آقا ما داخل یه ویدیو دیگه هم تست کردیم. چنل هم هست. اولین ویدیو برید پایین. ما تو محرم هم اینو چیز کردیم. بچه این خیلی ارزونه و مثلا شما فقیرید و فقیهید و دل از این بخرید نمیشه. اگه فامیلیتون معیار کریمیه حتما میتونید 100%. معیار فامیلیتون معیار کریمی نه کریمی باشه فامیلیتون. بریم تست. بچه‌ها من یه چیزی میخوام بهتون بگم. هیچ وقت محمد مهیار کریمی نباشید. هیچ وقت. منو بگید. یک آدم بی تربیتیه ما رو کتک میزنه. به حتی به برامو گاز میگیره. به زن باباش میگه مامان. واقعا ببین بچه بوده به دنیا اومده دندون نداشته. این چقدر یه آدم میتونه بی تربیت. برشون بحث عوض کن. اصلا خودمون فوت نکن. ببین ما که غیبت نمی‌کنیم ولی دیدی چه اون روزی چه لباس پوشیدیم. اوه اصلا غیبت بچه گناهه ولی خب بریم واسه تست. ما افی بچه اگه چی کارو که خوشت رو اومد به آیدی زیر همینو بفرستید تا وایس دقیقش واسط ارضا شه. بیا سراغ کوکا. اینا اینطور آوری ها. بچه ها گشته نباشید. یه چیز دیدم. فیلم درام بتمن مثل آریام کیان گشنه آجی داشت میخورد بالا. بچه اگه میخواید از این فضاها استفاده کنید میتونید به خیابان اختر شرقی جنب پلاک جنب مسجد حتما مراجعه کنید. کیان جون کیان نوشه جونت داداش. علی آقا میخواد تست کنه. آقا ویدیو قطع شد یه بار دیگه. مثل کیان وحشی نشید. هم کهی دهنش کجا رفت؟ علی آقا این
برای نکن علی آقا این برای نکن عالیه خب برس آقا چون علی تیتاب داره هنوز حالا من این تست کنم داداش تیتا همه تو خورید دیگه من کردین بپرسید این کتاب با مغز شکلاتی داداش پشمام نادی باشه تیتاب با مغز شکلاتی سیوت باشید همیشه بچه راست میگه نوشه جون آقا که نکردم آقا نه از اون نوشه جون از این نوشه جون بچه اگه میخوایم نیمه نوشه جون رو ببینید حتما بیایم به کانال زنی کنیم میام بیرون از تو سینه‌ام نکردم رفاقت تاوان داره گفته بشه شرف به من بگید رفاقت تاوان داره بچه دروغ میگن مغز شکلاتی اصلا شکلات نداره نه نه از من نگید نگو شما میگم بچه شهر ما خالی ما بچه ما هنوز برف داریم شما داریم ما هنوز برف داریم ما آدم بر حالت اگه میخواید فلان جاده برفی رو ببینید عدد 300 و 405 رو کامنت کنید نهیتی رسید کامنت کنید آدم باید فکتا رو بگه هرکش هم میذارم آخر ویدیو بله علی آقا خوب بود نبازد نه والا خب بریم سراغ آقاریا آقاریا یا حسین درمان یه ذره بلند گفتم بچه رفت جو داداش نترس یه فقط خودمون این ترسید دیگه پرید گلوش بچه کله میبینه چوب شور 8800 دادم علیرضا برو اونور بچه صاحب یه گوشی جدید شدیم اگه بخوای حتما ویدیو آنباکس رو ببینید کامنت کنید گو علیرضا بیا عمم بگیر Oriana, dole Oriana. واقعا تاوان یه نام آورد بچه آریو دو آریا داد حالا رو تو کامنت رو اگه میخوای داریا به شما هم بده باید بهش پول بدید نه اینا ایلا خوش رایگان کار نمی کنی خب نه خودم کیبورد داره حالت ببینم فکر بعد در مورد ما نکنن ما نماز میخونیم ساعت 4 و هیئت بشیم اگه میخواد جدا که هیئت هم ببینیم خب فقط کنید که آخر ویدیو همراه بودید آقا علی خدافظی کن خلاص دوستان تا خدا هست مشکلی نیست چشم رو هم بزنید علیرضا نیست علیرضا نیست علیرضا ملا شو جان ملا علیرضا نیه ملا شو نگاه مولا علی مولا علی اما نایکم علی همه روحانی‌ها بچه‌ها لایک و کامنت فالو یادتون نره به عشق ویدیو دوم داریم میاد خب به عشق معیار کریمی ان شاء الله بعد همین ویدیو رو ببینید تا ان شاء الله معیار کریمی بیاد